کوشامه کو کوشاتو بله کو کوشاتو دمی که تو به موتر بالا شدی کش به پاتو نبود کوشا خور به جایی که من وردشتین تا قریه ما همینجا گفت کوشا خور بیری کدم زمین مبارک باشه و شما جمع نکردین کوشامه اما ما کشیم کنتونی البته که ما نوکرتونه که به تو کش جمع کنیم تاشو برو چه بکنه لالا کوشامه گم نشه با تا موتر بیری که دیا کاکا و به بیری اونجا به در کردی کوشا خو ها؟ تو دمی به موتر بالا شدی پایاتو لیش بود کش نبود خب پاهم لیست بیدم من گفتم به تا خونه من گفتم تا موتر شما پرگل نشه تو کاکا تکلیف داری بغل سر تو خرابه ولی تو به بیرون کش آقا با تا سرک بیری کردی یا با تا موتر ها با تا سرک به تا سرا و برو ازم تا سرک هم و ورد من میگم سعی کنم میشه بچسبیده باشه ببین زیر موتر شما برو وای کافه را وای نام میده که مردم بچست به وخی ها؟ چه جیر بسته وای را وای میده شرای خوب است که بسته که در این مرتکه وقت کاکا جو کرای خوب بدی وخی برو الان به کوشان نیا به اینجا بیا زیر موتر سعی کنی کاکا جو کوشا خو بر تپین بالا شدی از من همون جو گاق بدر خب کردی تو یک دیگه صبر کن که تو خورده نمیشه موتر تو انا این مغز سر ازی پیچه ماما جو یک زن مردم همه معطلم اینا به شهر کار دارم خب نه وقتی تو کاکا بریم جو که با صد کار داری مال مردم بار از این موتر میندازم پی وقتی که کار دارم بابا باشه با پا کاکا جو پدر شو از این موتر پی شو چلی پدر شو کس نکنه بابا پدر شو بابا به کوشامه روزی چوب بکن شاتو پدر شو دگه بیا بیرون زودی شو کن شاتو به زیر موتر چه کار میکنه ای؟ خب کوشامه میشه بمونده باشه برو جو بیری شو بله. بیری شو تو یک دقیقه بیری شو کجا بیریشون؟ بیری شو و بیری کاکا بیرون شو که ما صد کار داری برو جو بیری شو از این متحکمان معطلیم تو اشته بیاقلی که کوشا خور به تا سرک بیری کردی خب بیاقل پره رو پیار بابا چه ریپه خریدم اینا همونا کنه بودن خلیفه بیرون کنی بی بیاقل به در کنی بیری شو که دیر شده ما کار داریم آخی ما ساعت کری داریم آخی حالا می شاگرده شما نگدشه به زیر موتر امین شاگردمه دیگه ایشکی نیه خب یکل دیگه هم کو بده این اینا همه سرقیه سیاری هم سرقی پیارتونه خودی خلیفی خود سرقی نفته کنه بیری تو نه تو چقدر خدا منو پیار خود بیاره من تا بیری شو بیری شو من تو پول بدم بیری شو بیتر بیری شو این کاری میکنه که راه خونه ده خلیفه کاچه به کمشار بیره کدو که خونیشه و پرگل نشه با خودی کوشا میری بابا تا دزل تمام تا حالی که دوش یار دیدی با دزل تمام کوشا خو بیری کنه خب من با خونی خب بیری کمشار خود بیری میکنه فرشا و پرگل نشه من گفتم البته هموتر شما پرگل بشه تو مات نخ بگیرم همین پینجری به کرایم فدای سر تو دگه اگه تور بزی موتر دیدم که بالاشی تو سلت میکنم خب حالا به توقعی خوش نبرو به غری خو یک دهی دیگه همه دیگه برو که تو سلت میکنم برو به غری خو من دل ما بسو گفتم فرشا موتر شما خراب بشه بله به سر صدا شو برو کاکا برو تو مات نخی بیدی تو بالا شو سرقیه ای تو خجالت نمیکشی ما بیغم نمیگذاری تو عجب آدم بیعقلی بیدی
دو با خدای دو برو بزنم پست بر میکنه موجو بله چرا گریه میکنی؟ چرا پاهات رو اسکی بردی زمین آتا؟ ما مست منو بشه چی میگی؟ ما عقلی بالایو خب پلو کاربان لومبیده خب ما مست منو به شهر برو بالا اینجا ما بشیشتم به تعوی موتوراک فس کمون چی؟ دیزل تمام ها؟ دیزل تمام لذت تمام حالا زبون تو نگه دل در دید خب ما بشیشتم به تا موتر شیشتم خب ما خیال کردم تا موتر و خونی ما یکیه خب الان من که شاخر بیری کردم اینجا بیری کردم الان برام تو به تارا که مستم تاشم الان که شاخر حالا هر چیزایی میکنم نیه آخه براره من تو خمق عقل کمال نداری نه. که این موتر خونه خود یکی کردی خب مگه تو پرگل میشه آخه موتر با خونه کالا میری فرش آوره پرگی میشه با تا موتر کنه میشه مدار من میگم برجا میری که شاخر بیری کو الان من همون روز که عقل کمال بخش میگه شما کجا بوده ما برای میدونم اخله بیچیندم خب دیگه آفرین عقل کمال نداری خود تا اون نستوندی بستندم چنده؟ یک پولی داد مرتگاگی کشاق به چند استوندی؟ که شما به 4 تا دهی چیه ریبیه براره من این 50 روپیه 10 روپیه ما تو اضاف داره مسلمان کی داری به اضافه داده؟ های محترمان بابا پیار من 4 تا دهی داده به بالی از اینا یاره که عقل تو چند تا 10 تختی کم داری لالا نه بابا روز بابا تو مرا کرسی رفت به پیش نجار گفت اگه اصلا تو تخته نداری حالا این 10 روپیه ما تو اضاف داری 50 روپیه 5 تا دهیه اشته 5 تا دهی یک کوش 50 روپیه یک کوش میشه 40 روپیه دهیه این اضافه تو میمونه براره من چی نمیفهمی؟ یعنی از هر دو لنگ من یک دهی هم اضافه جور کوش بسن عدو لنگتم کوش داری یه 10 روپیه اضافه برو یعنی پس حال دیگه به گریه نکنم نه چرا گریه میکنی تو دیوونی که گریه میکنی خیلی که دیگه خود کوش بخر حالا گوش کو پاتو خب مدل اینا نمیفهمم از اون کوچک با پاتو میای بخر دیگه ها برو چبلک بود اگلالا خود چبلک برو با خود بخر امیلا نمیشه بده به می پولا نه من لالی به قیافت نمیخوره برو کاش که تخته کم داشته باشی به قیافت نمیخوره لالا یعنی حالا برو مینا از هر دو لنگ داری فی اضافه داری که اضافه تو عقل کمال داشته باشی دیزل تمام خونه رو یکی نمیگیری خیر بین خورده چی سعی میکنی نه دیدی خوب خوب سلام علیکم چه لابرون جو تو کتابه بله چه لابرون جو تو کتابه علیکم ول بگاب نمیگذاره خب من به تو گفتم برو به شهر به خود دست رختی بستو آه بستندی برفت تو بابا و تموم فس کمان میگم چی میگم به تموم مطلعینی دی غریه که اقلی بالا میایه دزل تمام ها؟ عقل بخوری دزل تمام لزق لقلان دزل تمام خوی زبون من نمیگه از عرب مدر نمیگرده خب من شما نمیگم به خونه میای که شاخور بیری کو خب من به تو 100 دفعه گفتم به خونه که میای که شاخ بیلی کو خب 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 من میام مطر به تغییری هم استادم غلط خب تا غلط خب که شاخور بیری که من الان من گفتم البته شاگی دیوار بداره میگذاره به طول فاکسیو من گفتم البته شاگی دیوار بداره میگذاره به طول فاکسیو انا دامی تا شدم به طول فاکس هم نگدشتی بودن انا که شما گم شد که شاخ گم کردی یا خب برو به تو به چهره پا کش سنم من هر روز میشکم برو به چهره پا تو کش بخرم تم کش خورمش کرده نمیتونی ما چی گفت من گفتم البته ور بداره شاگرده گفتم تمو تر لبش موتر کش چرا پاخ بدر کنی تو وشیا تا به کی ما تو بگم ما چی تو میگم مقدر عقل کمال داری من نه دیگه اگه من عقل کمال داشتی چرا بچه شما بیدم تو مقدر فکر نمی که کش خور کجا بدر کردی کوالا شو تا دزل تمام تا ملی ما انا برادن تمام الله کشرم یا
چیکار؟ این تو دیگه یک گریپا پیش پاتو بیافون دیگه نمیدونم که بره کش بستنی اچه پالا اختر که بخو تو چه فکر کردی؟ همه یک پول من تکاکی بده دل به من بسوخی. یک پولی دادا؟ ها آنمی این پول هم دادا؟ ها او بده گوت اگه بخو کش بخواه. آن حالی بیام یک بچگاه که بتا من دیگه بتا بچگاه که بیدم گوت رو گفت اگه از پول کشاتو داره پی اضافه من گفتم نیه پیار به 4 تا دایی دادم. ای بابا چند تا داییه؟ این 5 تا داییه چند فایده کردم؟ یک دایی فایده کردی حقیقت؟ حقیقت الان پس ما این هر روز برم امروز فس کمان بالا شد هر روز کش بخریم ما هر روز داری فایده میکنم. اوه چه بابا؟ روشته نمیشه الله پس حال من نمیزنی؟ بگو زدن که تو نمیزنه این دفعه که تو مرتگه گیر کنه تو مرتگه تو میزنه چرا؟ که تو هر روز زدی تو آن بیستونی خب نه اون نمیرم به یک دیگه چگلی بالا بشی یک دیگه مزغا اوه مزدا اختیار خود داری هم که تو گفت لات و خونه خیلی مکن یک اگه امیر به اونشون نمیدادی گوشات رو میبیدی یعنی از هر دو لنگ ما بابا ای اضافه کن شو یک گه اضافه خب یعنی شب پاک قاسمون بابا سیب شدی ها الان میرم خوب شهر میخوام برو دیگه برو خوب کشو خاکم گورم جمع کن برو خوبه جان